سلام همراهان عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های سبک زندگی سالم خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم به یکی دیگر از مرکبات بپردازیم. بله، میوه پرخاصیت نارنج. ابتدا به صورت تیتروار به مهمترین خواص نارنج اشاره کرده و سپس به طور مفصل درباره اونها صحبت خواهیم کرد. مهمترین خواص نارنج در بهبود و سلامت بدن عبارتند از ضد سرطان، ضد التهاب، مفید برای پوست، مفید برای مو، کنترل دیابت، بهبود عملکرد معده و دستگاه گوارش، مفید برای قلب، جلوگیری از کمخونی زنان باردار، مفید برای کلیه، تقویت سیستم ایمنی، بهبود قوای جنسی و بهبود سرماخوردگی. خواص نارنج در طب سنتی. متخصصان طب سنتی بر این باورند که آب نارنج طبیعتی سرد و خشک دارد و پوست و شکوفه نارنج طبیعتی گرم و خشک دارند. مصلح نارنج شکر و عسل هستند. نارنج سرشار از ویتامین آ، ویتامین C، نیاسین، آهن، تیمین، کلسیم، فسفات، ریبوفلاوین، فلاونوئید، اوکتوپامین، سینفرین، تیرامین، هورتنین، میرسن، ایمونن، اسید فولیک و بتا کارتونه. از همین رو خواص و فواید فراوانی برای سلامت بدن داره. خواص نارنج برای سرطان. نارنج دارای ترکیبات لیمونن و میرسن است و از همین رو خاصیت ضد توموری از جمله خواص نارنج به شمار میره و مصرف نارنج میتونه از ابتلا به سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ جلوگیری کنه. ضد التهاب. نارنج دارای خواص ضد التهابی بوده و موجب کاهش تورم و درد ناشی از التهاب میشه. روغن به دست اومده از پوست نارنج میتونه درمانی تأثیرگذار برای درمان بیماری‌های مفصلی مانند نقرس و آرتریت روماتوئید باشه. فواید آب نارنج برای پوست. از مهمترین خواص نارنج میشه به فواید نارنج برای پوست و سلامت اون اشاره کرد. از جمله خواص نارنج برای پوست آبرسانی به پوسته. در واقع نارنج همانند یک مرطوب کننده طبیعی برای پوست عمل میکنه. پوست نارنج حاوی خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی است و از این رو نارنج برای درمان آکنه و جوش صورت یک گزینه درمانی تاثیرگذار و مفیده. فواید نارنج برای مو. خواص نارنج برای موها بسیار مفید و مؤثره. مصرف نارنج میتونه به تقویت فولیکول‌های مو کمک کرده و در نتیجه موجب تقویت موها و افزایش رشد موها شده و از ریزش موها جلوگیری کنه. همچنین ماساژ مو با نارنج پخته شده میتونه موجب درخشش و نرم شدن موها بشه. مفید برای دیابت. یکی از خواص نارنج تأثیر اون در کاهش سطوح قند خونه. در واقع مرکبات میتونن به شکل مؤثری آنزیم‌های آمیلاز و گلیکوساید رو مهار کرده که این آنزیم‌ها مرتبط با دیابت و فشار خونه. تحقیقات و مطالعات انجام شده نشون میده که نوشیدن چای بهار نارنج و مصرف میوه نارنج برای مدت زمان 4 ماه میتونه موجب کاهش سطح قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بشه. بهبود عملکرد معده و دستگاه گوارش. یکی دیگر از خواص نارنج اینه که مصرف نارنج میتونه سوء هاضمه معده، درد و زخم معده رو درمون کنه.
علاوه بر این مصرف نارنج میتونه موجب بهبود حرکات دودی روده بشه و یبوست و اسهال رو هم درمان کنه. مفید برای قلب: کاهش سطح کلسترول بد خون یا LDL از جمله خواص نارنجه. نارنج با کاهش کلسترول خون میتونه موجب پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی ناشی از کلسترول بالا بشه. پیشگیری از کمخونی در زنان باردار: وجود مقادیر بالای ویتامین C موجود در نارنج میتونه موجب افزایش جذب آهن شده و از ابتلا به کمخونی در زنان باردار جلوگیری کنه. تقویت سیستم ایمنی: نارنج سرشار از ویتامین C و آنتی اکسیدان هاست و از این طریق میتونه موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و بدن رو در برابر بیماری ها از جمله سرماخوردگی محافظت کنه. خواص نارنج برای کلیه: یکی دیگر از خواص نارنج تأثیر اون در محافظت از کلیه هاست. نارنج دارای محتوای فلاونوئید و خواص آنتی اکسیدانیه و از این رو میتونه از کلیه در برابر آسیب ها محافظت کنه. بهبود قوای جنسی: یکی دیگر از خواص نارنج اینه که مصرف منظم نارنج میتونه نقش مؤثری در درمان و بهبود مشکلات جنسی مانند نعوذ، سرد مزاجی و کاهش میل جنسی داشته باشه. بهبود سرماخوردگی: از دیگر خواص نارنج اینه که نارنج سرشار از ویتامین C بوده و از این رو نارنج نیز مانند پرتقال برای درمان سینوزیت و سرماخوردگی مفیده. در زمستان با مصرف منظم از نارنج میتونید از ابتلا به سرماخوردگی پیشگیری کنید. خواص آب نارنج برای سلامتی: از جمله خواص آب نارنج اینه که مصرف آب نارنج میتونه موجب پایین اومدن تب بشه. از دیگر کاربردهای آب نارنج میشه به درمان سردردهای بدون علامت مشخص اشاره کرد. از دیگر خواص آب نارنج میشه به مواردی مانند ضد نفخ، ضد یبوست، تقویت معده و بهبود سوء هاضمه، درمان دیابت و کنترل سطح قند خون، پیشگیری از بروز اختلالات کبدی، دفع صفرا، درمان کبد چرب، سلامت پوست، کاهش وزن و ضد پیری، کنترل فشار خون بالا، ضد تهوع اشاره کرد. مصرف ترکیب مقدار مساوی از آب نارنج، سرکه و قوره یک درمان مؤثر برای ورم گلو در اوریون است. حال به مضرات نارنج هم اشاره کنیم. خواص نارنج برای سلامت بدن فراوانه، اما مضرات و عوارضی نیز ممکنه به دنبال داشته باشه که تداخل دارویی به شمار میره نام برد. به خانم‌های باردار و مادران شیرده توصیه میشه تا در مصرف نارنج زیاده روی نکنند. نارنج رو میتوان به صورت مارمالاد به کار برد، اما علاوه بر اون میتوان از روغن اسانس نارنج استفاده کرد، در حالی که روغن بهار نارنج از گلها نشأت میگیره. تولید کنندگان همچنین از گلها برای گرفتن عصاره بهار نارنج استفاده میکنند که از مدتها قبل برای تازه کردن هوا و نیز در غذاهای سنتی مدیترانه‌ای استفاده میشده. روغن بهار نارنج که از پوست نارنج استخراج میشه برای طعم‌دهی آب نبات، بستنی و آدامس و همچنین کالاهای دارویی به کار میره.